خبری خیلی هم ناخوب داریم. عزت امان باید 2 ماه در حبس پیشکی قرار گیرد و وضعیت برادر عزت امان خیلی بد بود. نفرانی که شاهد این حادثه بودند و شاهد بودند. درود و سلام همدیاران عزیز، بینندگان گرامی قدر، با شما هستم شرافالدین گدایف. اینک برنامه امروز خودمون را شروع میکنیم. یک خبری خیلی هم ناخوب داریم. به ما معلوم شد که برادر عزت امان به حبس پیشکی گرفته شد هفته گذشته روز جمعه از طرف دادگاه ناحیه فردوسی. کارمندان وزارت کارهای داخله بچه‌های حفیظ شادی حفیظ زاده به دادگاه آوردن برادر ما و شما را و در دادگاه برادر عزت امان خیلی خودش را بد حس میکرد و آدم هایی که عزت امان را در دادگاه دیدن خیلی راه رفتنش خوب نبود، از دستانش میگرفتن و در دادگاه هم نیم ساعت ادامه پیدا کرد و در مدت نیم ساعت دادگاه حکم خودش را برآورد و قرار قبول کرد که عزت امان باید 2 ماه در حبس پیشکی قرار گیرد و در اینجا با دو عرضه که از 25 مارس سال جاری وارد شده است با جرم قلابی، گویا که این 2 نفر را فریب داده باشد. با جرم این قلابی با عرضه 2 نفر به یگام دلیل، به یگام اسناد، به یگام سند، به حضور جبردیده ها، به حضور شاهدان، به حضور هیچ کس، به حضور ادوکات، به حضور هیچ کس تنها آوردن در دادگاه. تنها این را همچون به رسمیت در آوردن، یک حالتی به رسمیت ضروری بود که آوردن در دادگاه و برادر ما و شما عزت امان و 2 ماه به حبس پیشکی گرفتن. حالا من راهبر دادگاه ناحیه فردوسی رو برای شما نشان میدم که این راهبر، حالا میبینید این راهبر دادگاه ناحیه فردوسی است که با پیشواز این چند کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه فردوسی و کارمندان شادی حفیظ زاده پیششان بیرون می شود و آنها را پیشواز می گیرد. با این نفر دیگر به اتاقی که در آنجا به جلسه سودی می گذشت در کابینت دیگر سودی که از من کارمندان خواهش میکنم این راهبر دادگاه ناحیه فردوسی عبدالله زاده مظفر نام دارد. این آدمی که ببینید برادر عزت امان را فرمان دادگی هستند. این اجراچی از سود است و سودی که از رحمان وابسته است، سودی که از امام علی رحمان وابسته است. این راهبر دادگاه مثلا حکم رئیس کننده سود رو معین میکند. رئیس کننده سود دیگر نفر است که حکم عزت امان رو میبرد. من خوش میکنم از کارمندان ستار زاده عبدالواحد رو عکسش رو گذارند تا ملت چهره این خائنان را، چهره این ظالم ها را ببیند. این نفری است که با حکم این جنایتکار، با حکم این دادگاه ناعادل که به داد، به شاهد، به جبردیده، به هیچ 2 کاغذ خالقت حکم عزت امان را برای 2 ماه در حبس بودن برآورده است. 2 ماه باید با حکم این ظالم و دیگر ظالمی که از عکسش بود، با فرمان و سپارش این 2 ظالم باید عزت امان 2 ماه در
ҳабси пешакӣ қарор гирад ва ҳоло аҳволи Иззат Амонро диданд ки зери шиканҷа буд, зери фишор буд, роҳ рафтан наметонист дуруст, хуб набуд вазъи саломатиаш, аммо инҳо ки фармон аз Раҳмонов омадагӣ аст ва инҳо додгоҳ нестанд, инҳо ҳамааш дастнигарони Раҳмонов ҳастанд, инҳо ҳукми Иззат Амонро бароварданд бе ҳуҷҷат, бе ягон далел, бе ягон аснод, бе ягон санад. اینها عادت کردگی هستند. هزاران فرزندی تاجیک را شکستند، قامت فرزندان تاجیک را شکستند. به مثل عزت امان رو هم نیز این دادگاه چکار قرار برآورد که بیگناه باید که 2 ماه در حبس پیشگی گرفته شوند و در این مدت 2 ماه آنها پرونده سازی کنند و برادر ما و شما عزت امان رو بردن محکم کنند. یعنی این است که اینها با یک دلیل‌های کوچک، با یک دلیل‌های بی منطق، 2 نفری که در برآمده ویدیو کرده است، با اون 2 ویدیو که شما همتون شاهد هستید، با این 2 دلیلی که هیچ اسناد ندارد، هیچ سند ندارد، هیچ چیز نیست. اگر فرزند در روسیه بود، در روسیه چرا ندادن؟ چرا خود همین سال آمدن پیش از دستگیر کردن اینها عرضه وارد کردن به وزارت کارهای داخلی؟ چرا اینقدر سالها کجا بودن این ابله‌ها؟ و معلوم است که اینجا 8-10 میلیون دلار داده عزت امان رو دزدیده به تاجیکستان آوردن و در تاجیکستان اینها به حبس پیشکی گرفتن. این واقعیتی است که من برای شما گفتم و وضعیت برادر عزت امان خیلی بد بود. نفرانی که شاهد این حادثه بودند و شاهد بودند که از همون نزدیک به دادگاه بودند و گفتند خیلی وضعیتش بد بود. وقتی که آوردن خیلی وضعیتش بد بود. خیلی با همون نفرانی زیاد آمدن، 2 ماشین آمد برای عزت را آوردن در نزد دادگاه نهایی فردوسی. 2 ماشین آمدن عزت امان رو برآوردن. یک شبکه بالای سرش کشیدگی بود، به مثل که یگان تروریست آوردگی باشه. خیلی وضعیتش بد بود. ببینید برادران عزیز، هموطنان گرامی، در تاجیکستان نه دادگاهی وجود دارد، نه امنیتی هست، نه هیچ چیز نیست. امنیت، پلیس همه در دست یک نفر است، همه در خدمت یک اولاد است، یک خانواده است. آیا یک انسان دانشمند را آورده گناهکار کرده با 2 عرضه 2 ابله به کنج زندان شنودن؟ این از روی انصاف است، این از روی عدالت است.